و اما ساعت‌های آقای گل ایران. علی دایی یکی از بهترین ورزشکارهای ایران و البته دنیاست. جناب دایی علاوه بر این که فوتبالیست خوبیه، انتخاب خیلی زیبایی هم توی کالکشن ساعت‌هاش داره. اولین ساعتی که میتونیم بهش اشاره بکنیم یه انتخاب جسورانه با قطر 40 میلیمتر از کمپانی برایتلینگه که مقاومت مکانیکی بالایی داره و برای همین بین ورزشکاران مطرح جهان و بازیگران هالیوودی محبوبه و قیمتش حدود 400 تا 500 میلیون تومنه. ساعت دوم از کمپانی شوپارد میله که طراحی به خصوصی داره و قطعاً یه گزینه مناسب برای ماشین‌بازاست. این ساعت زیبا قیمتش حدود 220 تا 300 میلیون تومنه. اما اینا جزو ارزون ترین ساعت های کالکشن علی دایی هستن. ساعت بعدی که توی عکسش با محمد رضا گلزار دستش بود یه رولکس دیتونا با قطر 40 میلیمتره که جزو لوکس ترین هاست و قیمت حدودیش 1 میلیارد و 800 میلیون تومنه. اما ساعت آخر که بیشتر رو دستمون دیده شده ساعت اودمارس پیگه رویال با قطر 42 میلیمتره که قیمت حدودیش 1.5 میلیارد تومنه. پس با این انتخاب های زیبا میشه گفت علی دایی آقای ساعت دنیا هم هست. حالا شما بگین اگر جای ایشون بودید چه ساعتی رو انتخاب میکردید؟